خب استادم گاهی وقت هم تو چپا فایر میکنن کل گپا از اون کل وقت صحیح نمی باشه که همیشه در ذهنت باشه. بسیار گپ از او در مذاق شوخی گم میشه، بسیار گپ دیگهش در تنبلیش و استرسش گم میشه که زیر تاثیر میره و خطا میشه. باز بسیار گپ دیگهش هم در خوشحالیش تیر میشه که گپ کم چیز را دید خوشحالی میکنه. و من تا آدم بعد و خواهین و تران نیزمایی بچه خب علائم خیانتش خیلی بالاتر است نسبت به صداقتش. و اون نفر دیگهش میلیون فیصد و خیانت کرد و رفت دیگه، خلاص شد دیگه خیر نمیبینه از روزگار خود دیگه. ای بشه هم دست همکارش است، ایرایش کرده بود از ایران. گپش دیگهش حتی حالا نام سر میخوره که صرف ولداشون فرق میکنه که یک مامان به نام فواد داشته ای بشه جنایتکار دیگه. تو کارش نمیخودش فایدهش نشتهش و اگه اعلام نشته باشه الهش نگردی دیگه با اونش که برای که اشترای خود برای از بیگانه چی گلک کنیم، شرایط نمطور حالا فقط تعامل کنیم این وضعیت و روزگار و دیگر خویا کل از جای اونجا فایده چون از در بغل ما خون ما را چوش کده رویست خورده رویست. فقط بود روز که وضعیت صحیح شه خودش آدم میشه و اینطور نیست که من نفهمم که کی چی میکنه. اون قدر گپ که بود من نفهم در یک صوت میمورم. کل گپ میفهمیم، فقط تحمل و حوصله و همه چیز به خاطر افغانستان است که خداوند کمک کنه بلا در پس از هیچ که همون قدر که مثلا محرم است و همون قضایای خاص پیش هست هم رو به دشمن نمیگه در مام خانه شاغل دیگه. در غیر از او میفهمیم که کار ما پسمانی، کار ما گپ سخن ما در کجا است، چی است، کی کار میکنه، کی کار شکنی میکنه، کی ما رو سرگردان کرده روی سخن گپ میفهمیم. حال تو سلطنت یک آدم است که اونجا ما نباشیم در نان نیتیاج است. اون چیزی که در اونجا داره به شمول مو تلفن چه مردم میبرده از برکت موتوس. اما او حاضر نیست که مثلا تلفن ما بر زنگ میدن تلفن نمیبرده. ولی فکر کو که غریبه که وای معروفی است پشت کار میگرده و زحمت میکشه از او رو میبرده. این تلفن مرا به 100 بار نورداشته، در رقم تو را زنگ او را زنگ کو بچه وردار تلفن که من نهایتش در 3 ماه 4 ماه یک دفعه وقت پیدا کنم و ضرورت پیدا کنم و این زنگ بزنم.